السلام علیکم هموطنان عزیز، اینجا سلامت خانواده سربلند باشید. به شما گفتنی بودم که همین واهمه یا که چیزا رو گوش نکنید، هیچ وقت ترس اختون دور کنید، غم نخورید. گفتم رحمتی مادر که غم انسان هم میخوره نیست میکنه، برای که نمی جا من وقتی که آدمایی که دکمین قطع سر کار دارن که یگان غم میپرسم شما درباره دکمین مسئولیت میپرسم از اینو، مسئولیت های میدن که با من خودم باید فکر کنم. ما کلا داریم که میگن голова на плече. سر ما جوابگار همه چیزای ما هسته. چی مشکلی که به سر انسان یکو میگن که چیز میگن ولی مشکلی میگن که هر شب را پسش سحر است، هر مشکلی غمگین نشو گذشت ایام هر شب پس اون سحر است. یعنی که تاریکی پس از هر تاریکی سبکی هسته. در اقامت همه گفتم نشون که گپی هر کس قطعی چی نکنین، گوش کنین و مسئولیت رو گوش کنین، گپا رو گوش کنین. مثلا درباره دکمنت نمی رسید 8 سال میشم برای دکمنت میپرسم بعد گپایی که میون رو میگم با هم رفته در فیمیس میپرسم که هم گپاشون راسته، گپاشون خیلیش راست میبره، خیلیش راست نمیبره. برای که کلا داریم که کلا گفتیم که کلا رو گفتیم بیار سالا رو آورده، نه کلا رو آوردن در کار میخواد در همه کلا قطع کار کردن در کار. با کاری که نشد غمگینش نه در کار نیست. این ما از FMS بار اومدم یک کار قطعی اومدم، هم کاری که من گفتم که همین روز چند ورقه میگه نه رقم تلفن گرفتن گفتن زنگ میزنی بعد میگیم تو که بیام کاغذ بگیرین. برای ازش چیزا در کار نیست. چی با ما رفتم خواهش مرا اجرا نکردم. خواهشی گفتی یا شوخی داره گفت خونه کارخانه پدری من پدری کسی دیگه نیستم خسته که بیا چیک نه. برای کی مرا میون رو گفتن که پس من میون رو قطعا گفت میگم زنده برای بگوش که چی دمور آگاهی ندادی اینو باید میکردی ورقه باید ما گفتم ما ورقه گپ نمیزنم. ما را قطعی گپ داریم میگه روای دیگه اصلا رنگ رو تو نبینم خسته یه جا رفتیم ملویم آرام چی میگن ملویم چی میگن آرام چیز سراسیمه نشده با احساسات دادن نشده گپ میزنیم. با رحمت باید بگیم مینه دارم شما میگیم. گفتی ایرانی با میگه دستکاتون در رو نبینه آدم خسته اینجا میستاده. گفت ایرانیو اینجا میستاده گفت گنده اینجا میستم خسته از دوری کردن به کلام گفت کلوب بیاد. لیکن ایرانی میگن که اگر که با خوبی زندگی رو پیش بردن در کار باشد شود چرا گندگی وقتی با خوبی معمول آدم کارگری که کدام ساحه که نباشه گپ زده تا اونم چرا با او گندگی و زوری کردن که مای تری کسی چخلی گپ میزنه که میگه که به آداب رو گفتن که آداب از کی میگه که از به آدابون هر چی که اونها کردن من نکردم. برای اینا چی گپی به من نشون میدن که را با کارگرای چیخ گپ زدم من گپ نمیزنم. شروع ملایم کده گپ میزنم. شما هم که رفتین یک جو گپ زنی کارخانه دولت شروع السلام علیکم و علیکم السلام چی خدمت هم خیل با معامله خوب و تبسم میگه که پیغمبر سلام که در حدیثشون که تبسم کنیم میگه تبسم هیچگاه برای کس روی ترش قطعی گپ نزنیم. حتی اگر مشکلیایی که داشته باشیم که اومدیم پیش انسان مشکلیای خود کرده پس سر کرده بعد چی میکنیم گپ میزنیم. هست برای همین دنیا با امید میگن شیطان ناامید. ما امید زندگی میکنیم هیچگاه ناامید شدن در کار نیسته. ما امید داریم از الله تعالی برای که بنده خداوند هستیم و مسلمان هستیم. مسلمان دائم کارش برار میگیره. برف در بالای تلفن مقدسه آبشیسته مسلمان دوی کار برار میگیره برای که ما میگه خداوند مشکل ما رو آسان میکنه. خسته ما به درخ هم دیگه دعا میکنیم مشکل ما حل میشه. برای همین هیچگاه و گپی هر کس کار کردن در کار نیست. کالای خود قطعی گپا رو گوش کنین با گپا رو مقایسه کنین. همون مثال میونه رو قطعی کارگر همون کارخانه بعد مقایسه کنین با کالای خودتون قطعی کار کنین. برای که در اصل ما فریب کردن حق انسان خوردن یک انسان مثل که یک پول به دست آوردن در جای یکم نیست. برای شور شوین جوانان محترم و هموطنان عزیز احتیاج شد که در دست یکم فریبر نرفتین که بعد پشیمان میشه پشیمانی سو ندارن. خسته این میگویم برای شما که احتیاط کنین که فریبر بسیار شدگی هم مشینیکا بسیار شدگی هم قلبابو بسیار شدگی هم میخوان که یک کسی یک قسم پول کنن کم است. از سری بگیم 10 آدم 3 آدم 2 آدم موندگی که آدم من مثل که کاری نکه با او رو ببینم وقتی موندهش فقط میگن که رای کنیم اما میگه در دیگ جو شده گور سوزد میگم که خیلی میکنم وقتی موندهش. برای احتیاط کنین. احتیاط نیمه حیات عقل پایه دولت است.
خب مینا دارم این سلامت بالیگر خانه او سربان باشه.